سلام، من آیمار هستم و تو این ویدیو قراره با هم دیگه تئوری های ادامه بازی اسپایدرمن 2 رو بررسی کنیم. همونطور که میدونید قسمت دوم بازی The Marvel's Spider-Man 2 به تازگی منتشر شده که جنجال خیلی زیادی رو هم به همراه داشته. قبل از شروع ویدیو بگم که اسپویل سنگین داستان بازی اسپایدرمن 2 رو داریم، پس اگر این بازی رو انجام ندادین بهترین ویدیو رو سیو کنید تا بعد از انجام تمام مراحل بازی دوباره ببینیدش. ویدیو رو با این خبر شروع کنیم که برایان اینتهار کارگردان این بازی رسما اعلام کرده که بازی اسپایدرمن 3 ساخته خواهد شد و غیر مستقیم هم اعلام کرده که قسمت سوم آخرین قسمت این بازی خواهد بود و با ارتباط این اخبار و اند کردیت سین اسپایدرمن 2 که در ادامه ویدیو بهتون توضیح خواهم داد، مرگ پیتر پارکر در اون قسمت دور از ذهن نخواهد بود. بازی اسپایدرمن 1 اون موقع که عرضه شد بعدش با خودش ست DLC داشت که بخش‌های جدیدی رو پلیرها میتونستن بازی کنن. با توجه به اینکه این بازی تازه ریلیز شده ممکنه یک سری از این تئوری هایی که قراره بررسی کنیم توی آپدیت های بعدی قابل بازی باشن به صورت DLC. حالا از همین اول شروع میکنیم. چیزی که ما میدونیم با توجه به پست کردیت سین این بازی که در ادامه هم بهش میپردازیم، بازی اسپایدرمن 3 قرار آخرین بازی این سگانه محبوب باشه که جزئیات این مورد رو هم در انتهای ویدیو بهش میپردازیم. خب اولین تئوری در مورد کارنیج هستش که اگه کمیک باز باشین قطعا میشناسیدش. اون توی فیلم ونوم 2 هم حضور داشت و یه جورایی ویلن اصلی اون فیلم بود. با توجه به اینکه توی این بازی ما ونوم و اسکریم رو مشاهده کردیم، اسکریم همون سیمبیوتی بود که به ام جی وصل شد و یه باس فایت هم توی بازی باهاش داشتیم. ما کارنیج رو هم خواهیم داشت. اگه یادتون باشه توی یکی از مراحل فرعی بازی اون کاراکتر فلیم که یه شخصیت ویلن هستش و خودشو منجی میدونه و پیش بینی میکنه و این داستانا، اونجا قطار آزبورن رو بهش دستبرد زد و سیمبیوت کارنیج رو ازش برداشت و همون جمله کارنیج، جمله معروفی که تو خود فیلم کارنیج هم بود رو استفاده کرد و ما قطعا در ادامه بازی با شخصیت کارنیج که به فلیم متصل شده مواجه خواهیم شد که داریم گیرودار قطعا با یوری هم همراه خواهیم بود. حالا یه سری میگم با توجه به اینکه کارنیج یک کاراکتر خیلی مهم و خبیث و با ابهته، احتمالاً بیان اون رو توی قسمت سوم بازی بذارن. ولی خب من بعید میدونم دوباره برای قسمت سوم بازی هم ما زامبی های سیمبیوتی داشته باشیم. احتمالاً همین DLC برای کاراکتر کارنیج کافی خواهد بود. تئوری بعدی برای ویلن کاملیون یا همون آفتاب پرست هستش. توی یکی از مراحل بازی رفتیم سراغ مخفیگاهش و باهاش تا حدی آشنا شدیم. همونطور که دیدیم کاملیون برادر ناتنی کریون شکارچی هستش و یکی از ویلن های اسپایدرمنه که توانایی تغییر چهره داره و توی این بازی با یه چهره آسیایی به ما نشون داده شد. ما توی آخر بازی هم دیدیم که مادر مایلز مورالز همون ریو با یه شخصیت به اسم آلبرت وارد رابطه شد که چهره آسیایی داره، یه جور آسیای شرقی داره. حدس میزنم که آلبرت همون کاملیون باشه که ما در ادامه بازی باهاش مواجه میشیم. برای این اندینگ سین اسپایدرمن هم یه تئوری دارم که در ادامه بهتون میگم. تئوری بعدی که خیلی تو سایت ها مطرح شده درباره شخصیت دردویل هستش که ممکنه توی آپدیت بعدی به شکل DLC قابل بازی باشه. اونم از یه ایستر اگ نشأت میگیره که توی مپ بازی ما میتونیم دفتر دردویل رو ببینیم که با تمام جزئیاتش اونجا هست. من فکر نمی‌کنم توی این قسمت باشه، فقط یه سری شایعات رو شنیدم گفتم که اینجا بگم. ولی خب کاراکتر دردویل توی کمیک رابطه نزدیکی با اسپایدرمن داره و حضورش در ادامه این بازی دور از ذهن نیست. خب برگردیم به اون اندینگ سین بازی، جایی که با سیندی آشنا شدیم، دختر همون آلبرت که توی کمیک بوک ها هم به اسم سیندی مون یا همون شخصیت سیلک شناخته میشه. بک استوریش هم اینجوریه که با همون عنکبوتی که پیتر رو نیش میزنه نیش زده میشه و تبدیل میشه به دختر عنکبوتی. اونم ممکن در ادامه بازی با ما همراه باشه. با توجه به اینکه در انتهای بازی ما دیدیم پیتر اعلام بازنشستگی کرد و گفت دیگه نمیخواد مرد عنکبوتی باشه و میخواد به عنوان پیتر پارکر زندگی کنه، شایعاتی هست که میگه ادامه این بازی ممکنه تحت بازی اسپایدرمن مایلز مورالز 2 بیاد و کاراکتر سیلک اونجا دختر عنکبوتی ما باشه که باید ببینیم چی میشه و از این کاراکتر قراره توی اسپایدرمن 3 استفاده کنن یا اصلا مایلز مورالز 2 قراره بیاد یا حتی DLC همین بازی باشه. و بریم سراغ اند کردیت سین بازی، اونجا که روبروی دکتر اکتاویوس و نورمن آزبورن رو می‌بینیم. اونجا که دکتر اکتاویوس به نورمن میگه که در حال نوشتن فصل پایانی هستش که اشاره به قسمت آخر این بازی یعنی اسپایدرمن 3 داره. ما قبلش دیدیم که نورمن با بدتر شدن حال هری خیلی عصبی بود و حالت جنون بهش دست داده بود. در این حال هم فکر میکرد که تمام اینها تقصیر اسپایدرمن هستش.
از اونجایی که میدونیم اکتاویوس و نورمن زیاد رابطه خوبی با هم ندارن، ولی احتمالاً با هم همکاری خواهند داشت که نورمن کمک کنه اکتاویوس از زندان بیاد بیرون و در ازاش به نورمن آزبورن هویت اسپایدرمن رو لو بده. قبلش تو اتاق هری نورمن درباره استورم جی صحبت میکنه که همونیه که قراره نورمن رو تبدیل به گرین گابلین کنه. احتمالاً چون وقتی زیادی ندارن برای هری، نورمن حاضر میشه اول استورم روی خودش تست کنه که باعث میشه اون به گرین گابلین، یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین ویلن‌های اسپایدرمن تبدیل بشه که اونو توی سگانه اسپایدرمن توی مگوایر رو اندرو گارفیلد قسمت سوم اسپایدرمن تام هالند دیده بودیم. تئوری بعدی درباره وولورین هستش که بازیش قراره به زودی توسط همین استودیو اینسامنیاک گیمز منتشر بشه. اعلام شده که توی همین یونیورس اسپایدرمن قرار اتفاق بیفته داستان اون بازی و ممکن ادامه اون بازی و کاراکتر وولورین یا ویلن هاش رو ما در بازی اسپایدرمن 3 داشته باشیم. بریم سراغ یکی دیگه از تئوری های بازی که این رو من خودم حدس میزنم و تو منابع خارجی زیاد دربارش ندیدم، ولی حدس میزنم که اون رو توی بازی اسپایدرمن 3 داشته باشیم. اون هم موضوع اسپایدرورس یا موضوع جهان‌های موازی عنکبوتی هستش که برمیگرده به آخرین مرحله جمع‌آوری ربات‌های اسپایدرمن که همون ربات اسپایدر بات ها توی بازی، که وقتی شما همین ربات‌های عنکبوتی رو از سطح شهر جمع‌آوری کنید، یه مرحله فرعی براتون باز میشه که یه ایستر اگ داره از انیمیشن اسپایدرمن اینتو د اسپایدرورس که یه پورتال باز میشه از دنیای دیگه عنکبوتی و یه کاراکتری دیگه از دنیای دیگه با یه گرافیک متفاوت اسپایدر بات ها رو از پیتر میگیره و اشاراتی به داستان اسپایدرمن اینتو د اسپایدرورس میکنه. تئوری که من دارم اینه که دکتر اختاپوس قرار پورتال هایی به جهان های موازی باز کنه برای نجات هری آزبورن که باعث میشه اسپایدرمن های متفاوت از دنیای های موازی همینطور ویلن هاشون وارد دنیای بازی ما بشن و خیلی هم هیجان دارم به این اتفاق، چون میتونه باعث بشه اسپایدرمن که توی بازی کاستومشون میپوشیدیم خودشون وارد بازی بشن، حتی ممکن در قالب اونها بتونیم یک سری مراحل رو هم بازی کنیم. در آخرین ویدیو میرسیم به انتهای بازی اسپایدرمن 3 که قرار قسمت پایانی این سگانه عالی باشه و اونم همراه میشه با مرگ پیتر. بله، یه پایان تراژدیک برای این سگانه. همونطور که توی داستان انیمیشن اسپایدرمن اینتو د اسپایدرورس دیدیم، دو تا مرد عنکبوتی نمیتونن همزمان توی یونیورس باشن و یکیشون باید بمیره. و خب توی اون انیمیشن میگل اوهارا به مایلز میگه که دلیل مرگ پیتر تو هستی، چون توی هیچ خط داستانی دو تا اسپایدرمن نمیتونن توی یک یونیورس با هم باشن و این میتونه یه اندینگ خیلی قشنگ و در اوج برای شخصیت پیتر پارکر باشه. البته گفتم آخر قسمت دوم پیتر میگه که خودش رو بازنشسته کرده و نمیخواد به عنوان مرد عنکبوتی ادامه بده، ولی خب وقتی نورمن آزبورن یا همون گرین گابلین هویت پیتر رو بفهمه، مجبور میشه برای مبارزه با اون دوباره اسپایدرمن بشه تا جهان رو از دست ویلن ها نجات بده. و خب گفتم احتمال خیلی قوی هست که در انتهای بازی پیتر باید بمیره، مگه اینکه بخوان خط داستانی متفاوتی رو با قوانینی که خودشون گفتن بسازن که بازم بعید نیست. من آیمار هستم، ازتون ممنونم بابت مشاهده این ویدیو. لایک و سابسکرایب یادتون نره. میتونید عضو کانال تلگرام من هم بشین و هر از گاهی محتوای جالبی توش میذارم. فعلا خدا نگهدار.